سلام دوستان. خواستم که بعد از مدت‌های ویدیوهای جدیدی ضبط بکنم و خب بیام شروع بکنم با یه سری در واقع موضوعات کوچیک‌تر که میتونه کاربردی باشه. موضوعی که امروز خواستم شیر بکنم در واقع در مورد C4 مدله، یه حالا بگیم روشی یا در واقع ابزاری که بتونیم باهاش مستندسازی انجام بدیم برای مموری نرم افزارمون و خب به کمک اون بتونیم نمودارها و ارتباطات بین بخش‌های مختلف نرم افزارمون رو نشون بدیم. و خب دلیلی که اینو انتخاب کردم این بود که توی یکی از پروژه‌هایی که داشتم با اخیراً در واقع حالا افراد مختلفی از فنی و غیر فنی بودن و خب یه مقدار سخت بود که بخوام با اون روش‌های UML اون چیزی که می‌خواستم ارائه بدم رو دقیقاً منظورم رو به همه بتونم نشون بدم و مطمئن بشم که همه درست فهمیدن اون چیزی که می‌خواستم رو. و گشتم و دیدم که خب این مدل در واقع سال 2006 تا 2011 توسط آقای سیمون بران درست شده و خب میتونه کمک بکنه. بریم سراغ این که چرا UML نمیتونه اون کاربردی که ازش انتظار داریم رو به صورت کامل انجام بده. خب UML رو اگر باهاش آشنا باشین حدود 10-15 تا دیاگرام مختلف داره، ولی خب مهارت توی همه اونها، یعنی این که شما بتونین دقیقاً مسلط بشین که هر کدومش رو کجا استفاده بکنین و تمام جزئیاتش رو درست رعایت بکنین، خب این زمان بره. و توی حالا بگیم روش‌های توسعه اجایل که نیاز یه چابکی شما داشته باشین به تغییرات خیلی سریع واکنش نشون بدین، خب این یه مقدار زمان گیره که بتونین سریع تمام اون نمودارها رو در واقع آپدیت بکنین و تغییرات رو روش انجام بدین. و خب یه مدل دیگه‌ای که یه مشکل دیگه‌ای که وجود داره اینه که شما حالا اون نمادهای مختلف یا چیزهای دیگه که استفاده میکنین، شیپ‌های مختلف، اون ارواهای مختلف، اینا باید یه معنی یکسانی داشته باشه برای همه اعضای تیم شما و اون استیک هولدر. حالا اگه اینا هر کسی نتونه اون معنی اصلی رو درک بکنه، شما توی اون ارتباط مشکل میخورید. خب و همینطور این که یه سری همیشه شکایت و در واقع غر زدن در مورد UML هست، این که ممکنه همه اینو متوجه نشن، این که اینا اولد فشنه، اینا دیگه مثلا خیلی جزئیات داره دیگه، الان اینا توی اجایل کاربرد نداره و از این جور مثلا. حالا جز اون مشکلاتی که گفتم، الان من یه سری از نمودارهای UML رو اینجا آوردم و میبینین که خب توی هر کدوم از اینا ما چندین مدل مختلف فرضاً مثلا فقط برای یه دونه فلش کشیدن داریم که حالا هر کدومش معنی‌های متفاوتی میده و این که حالا باکس‌های مختلف ظاهرشون میتونه معناهای مختلف بده و کلی از این سوالات اینجوری ممکنه شما توی جلسه پرزنتتون چه با تیم چه با بقیه بتونید داشته باشین که خب کلی زمان جلسه‌تون رو هدر میده. ولی در واقع ما دنبال یه چیز دیگه‌ای هستیم، دنبال اینیم که یه همچین سوالاتی بیاد مطرح بشه، این که مثلا پروتکلی که بین اون اپلیکیشن ها بوده چی بوده، یا اینکه چرا 2 تا اپلیکیشن داریم به جای یه دونه، یا اینکه چرا ما اومدیم از فلان دیتابیس استفاده کردیم، یا استانداردمون چی بوده. و این جنس سوالا در واقع اون چیزیه که ما انتظار داریم از یه جلسه طراحی معماری تو این بحثا توش مطرح بشه. در واقع میگه که اگه شما دیاگراماتون خیلی ریچ باشه میتونین خب یه مباحث خیلی پرباری هم ازش داشته باشیم. خب بریم ببینیم که ایده اولیه C4 چی بوده و میخواد چی با اون مطرح بکنه. خب C4 یه همونطور که گفتیم یه روشیه برای بصری سازی حالا یا ویژوالایز کردن مموری نرم افزاره و این در واقع اصلش بر اینه که استفاده ازش راحت باشه، فهمیدنش راحت باشه
و راحت شما بتونید اینو مثلا روی یه وایت بوردی بکشین و همون رو دوباره روی کامپیوتر خودتون هم بکشین. و اینکه یه چیز دیگه ای که برای C4 وجود داره اینه که مثل گوگل مپ که شما میتونید زوم بکنین توی حالت اون های لولش، مثلا از قاره و کشور و اینا رو ببینین تا اون زوم آخرش که حالت استریت ویو داره. C4 هم اومده یه همچین حالتی رو در نظر گرفته که 4 تا لول زوم داره. و خب این C4 یه مدل ابسترکشن فرست، یعنی میاد از حالت انتزاعی اول، یعنی اون بالاترین زوموتی که وجود داره که شما فقط مثلا یه دونه نرم افزار رو بتونی ببینی به صورت خیلی کلی و این نرم افزار ارتباطش با بقیه چجوریه. یعنی بقیه یعنی اینکه بقیه سیستم‌های نرم افزاری و تمام انسان ها یا اون نیروی انسانی که قراره از اون استفاده بکنه، حالا اون میتونه ادمین اون سیستم باشه، میتونه ساپورت باشه، میتونه اند یوزر باشه، هر کسی. این رو در واقع میاد توی اون با اینجا شروع میکنه و میره توی جزئیات و سعی کرده که تمام اون مفاهیم و اون چیزهایی که میخواد استفاده بکنه حداقل های ممکن باشه تا اینکه گیج نکنه مثل مدل‌های UML. و اینکه خب یه پشتیبانی ابزاری نسبتا خوبی هم داره و توی اکثر ابزارها C4 رو در واقع به عنوان یک روش قبول میکنن و میتونیم ایمپورت و اکسپورت بکنیمش. خب گفتیم که یه 4 لول زوم داره. این زوم ها رو در واقع شما میتونین اینجا ببینین که خب مثلا از سمت چپ که شروع بکنیم، مثلا یه حالت مثلا بین چند تا کشور یه قاره رو شما میتونین ببینین تو بالاترین حالت. بعد بیاین مثلا یه زوم میکنه رو کشور، رو ناحیه، رو منطقه، تا اینکه برسه تو مرحله آخر به اون استریت ویو یا خیابونا. حالا ما توی C4 مدل رو هم میتونیم به همین صورت ببینیم با ابزارهایی که داره. اینجا در واقع توی اون لول اول شما میتونید سیستم کانتکست رو ببینید، بعد میتونین کانتینر رو ببینین توی لول بعدی، توی لول سوم میتونین کامپوننت ها رو ببینید و مرحله آخر اون لول آخر کد. حالا هر کدوم از اینا چیه بریم داخلش تا جزئیاتشو بشه کنیم. خب اینکه C4 در واقع حروف اول این 4 تا مفهومی بود که الان توی 4 تا مرحله گفتیم. یعنی اینکه کانتینرها، کامپوننت ها، کد و در واقع اون سیستم کانتکستی که وجود داره. اینا 4 تا سی اول رو به عنوان اسم این مدل استفاده شده. یه مفهوم دیگه ای که استفاده شده بود اون پرسن یا اون شخصه که گفتیم هر کسی میتونه باشه، و اون سافتور سیستم که در واقع یه بالاترین سطح انتزاعه و اون در واقع محصولیه که ما میسازیم که یه ارزشی رو برای مشتری ایجاد بکنیم. و خب این میبینین که این برای این مدل سازیه در واقع نوتیشن خاصی استفاده نمیشه. شما میتونید از یک مربع مستطیل ساده استفاده بکنید به همراه سری توضیحات داخلش و هر چیزی رو با یه فلش ساده به هم دیگه وصلش بکنید. فقط کافیه که مشخص بکنیم که یعنی ما تو کدوم نموداریم و خب این شکل قراره مثلا کانتینر باشه یا کامپوننت باشه. این دو تا اصل ساده رو رعایت بکنیم دیگه بقیه‌اش اوکی. و یه مدلی که در واقع یه کانتینر رو فقط با اون داکر کانتینر رو اشتباه نگیریم. کانتینر توی C4 و هر چیزی اطلاق میشه که قابل دیپلوی کردن و قابل اجرا کردن باشه. یعنی میتونه یه مایکرو سرویس باشه، میتونه یه مونولیت باشه، یه اپلیکیشن باشه، یه وب اپ باشه، یه در واقع دیتابیس باشه. هر چیز اینجوری رو میتونیم بهش بگیم کانتینر. و خب کامپوننت در واقع مجموعی از کامپوننت ها رو شما داخل این کانتینره دارین که یه مجموعه سری کارا رو انجام میدن. مثلا بخش پرداخت، اون سرویس های پرداخت، سرویس اتنتیکیشن و اینجور چیزا، اینا میشن اون کامپوننت هایی که شما داخل اون دارین. خب اولین در واقع دیاگرامی که داریم سیستم کانتکست دیاگرامه
که همونطور که میبینین مثلا اینجا مثال اینترنت بانکینگ سیستمه و توی اینجا ارتباطش رو با سیستم ایمیل و سیستم مین فریم بانک نشون میده و خب یه آدمی هم اینجا داریم برفرض به عنوان مشتری و خب حالا ارتباطات بین اینا رو نشون میده. این سطح از نمودار رو ما میتونیم برای افراد فنی و غیر فنی استفاده بکنیم، به سطح خیلی بالاییه. و توی سطح‌های پایین‌تر میتونیم جزئیات رو مثلا برای اینترنت بانکینگ سیستم ببینیم. توی این سطح کانتینر میبینیم که مثلا وب اپلیکیشن یه کانتینر جداست، دیتابیس جداست، API اپلیکیشن جداست، سینگل پیج اپلیکیشنمون و موبایل اپمون. یعنی این 5 تا در واقع کانتینر مختلف تشکیل اون سیستم نرم افزاری بانک ما رو میدن و خب یه مشتری که چجوری از هر کدوم از اینا استفاده میکنه و اینتراکت داره و خب 2 تا سیستم نرم افزاری هم که بیرون از این سیستم نرم افزاری بانک قرار میگیره. و خب اینجا دیگه در واقع فنیه و شاید خیلی دیگه یه مقدار توضیحات فنی نیاز داره. برای مخاطب غیر فنی نیاز داره که شما یه مقدار دانش فنی داشته باشید. خب اینجا مثلا کامپوننت دیاگرامه داخل اون در واقع API لولتونه که هر کدوم از اینا الان این کامپوننت ها مثلا بخش کنترلره، بخش مثلا سکیوریتیه، بخش ایمیل، کنترلر ریست پسورد و بقیه‌شون هم به همین صورت. و خب می‌بینیم که الان مثلا دیتابیس که یه کانتینری بود تو مرحله قبل، الان اینجا اومده بیرون و خب با سکیوریتی کامپوننت کار میکنه. یا مثلا ایمیل سیستم که کلا یه سافت‌ور سیستم جدا بود، الان در واقع کامپوننت ایمیل کامپوننت داره بشه وصل میشه برای ارسال ایمیل. و خب اون در واقع کانتینرهای دیگه ای هم که داشتیم مثل موبایل اپ و سینگل پیج اپلیکیشن هم ارتباطاتشون رو میبینیم. و خب این مرحله اختیاریه در واقع، یعنی شما میتونین کدهایی که داخل هر کدوم از این کامپوننت ها هست اونها رو هم شیر بکنید. دو سه تا نمودار دیگه داره که حالا اینا اجباری نیست ولی کمک میکنه به فهم بهتر سیستم. یکی این سیستم لندسکیپه که در واقع میگه چون نرم افزار به صورت ایزوله نیستن، شما یه نرم افزار که ساخته باشی با مجموعه نرم افزارهای دیگه کار میکنه. مثلا اینجا شما اگه در واقع نرم افزار بانکداری الکترونیک داشته باشین، این خب باید با ATM در ارتباط باشه و با سیستم ایمیل در ارتباط باشه، با اون مین فریم بانک باید در ارتباط باشه و خب همه اینا رو با هم روی این لندسکیپ نشون میده. یه حالت دیگه، یه نمودار دیگه این که این داینامیک دیاگرام هست. اونم برای وقتیه که شما هر چیزی که خب قبلا نشون دادین یه جوری استاتیکه، حالا اگه بخواید یه چیزی رو به صورت داینامیک در موردش صحبت بکنین، مثلا میخوایم بگین تو ران تایم مثلا یه یوزر استوری چجوری اتفاق میفته، میتونین از این داینامیک دیاگرام استفاده بکنین. خب برای اینکه بخوایم در واقع تست بکنیم این رو، این سایت خود C4 مدل هست که حالا اطلاعات کامل رو میتونید ببینید و حالا سخنرانی خود سیمون رو چک بکنید اگر خواستید اطلاعات بیشتر داشته باشید. یه سری اینتروداکشن بهتون میده در مورد اینکه اصلا چجوریه اون مطالبی که من حالا اسلایدش رو هم در واقع عمده اونها رو از خود سایت سیمون گرفتم و مفاهیم رو توضیح میده. این آخرش در واقع میاد ابزارهایی که شما میتونید استفاده بکنین رو حالا بنا به کارهای مختلف بهتون میده. ابزاری که خودش توسعه داده استراکچرایزره که وقتی استفاده بکنین یه در واقع DSLی رو، یه زبان توصیفی رو اومده توسعه داده برای این کار که خب شما میتونید برای در واقع برای مدل سازی و رندر کردنش از استفاده کنید. مثلا یه زبان خیلی ساده ای هم داره که خب میبینید مثلا یه پرسن تعریف کرده، یه سافت‌ور سیستم تعریف کرده و این حالا مثلا یوزره داره استفاده میکنه از این سیستم. خب بذارین چک بکنیم این رو. این در واقع اون سیستمی که بهتون گفتم. حالا اگه بخوایم همون مثالی که توی اسلاید دیدیم، مثلا این
مدلش بود که خب این از سیستم لندسکیپ شروع میکنه و شما رو هر کدوم از اینا که زوم بکنین یه لول کلیک بکنین یه لول زوم میکنه میره روی اون پایینی. مثلا اینجا اینترنت بانکینگ سیستمه توی نمودار سیستم کانتکست و میتونین ببینین که خب اینتراکشنش پایینه. این کنار هم در واقع اون DSLیه که وجود داره، زبان توصیفیه که اومده کل این نموداره رو توصیف کرده و شما هر کدوم از اینا رو که تغییر بدین و دکمه رندر رو بزنین نمودار براتون عوض میکنه. که حالا اینا رو بعدا میتونم توضیح بدم که به چه صورتی است. و همینطور میتونین که خروجی های مختلف بگیرید. مثلا اگه با مرمید کار میکنین میتونین خروجی مرمید ازش بگیرید، یا اگه با پلن UML کار میکنین میتونین خروجی اینو ازش بگیرید. و این دور مثلا یه زوم دیگه که بکنی این میرین توی مرحله کانتینر، تو در لول کانتینر ببینید خب کانتینر به چه صورتی بود. اگه بخوایم بریم تو اپلیکیشن لول کامپوننت های اون بخش رو ببینیم میتونیم بریم کامپوننت های اینجا رو ببینیم به چه صورتی است. و اگه مثلا بخوایم دوباره توی یه لول پایینتر ببینیم مثلا کدای این بانکینگ سیستم به چه صورتی نوشته شده، اون لایه اینترفیسش به این صورت میتونین چکش بکنیم. خب امیدوارم که این در واقع ارائه ساده در مورد مدل سازی C4 براتون کاربردی بوده باشه و اگه اطلاعات بیشتر خواستین من این لینک ها رو شیر میکنم توی دیسکریپشن، میتونین چک بکنین. و اگه دوست داشتین باز در مورد به حالا این در واقع تاپیک رو ادامه بدم، میتونم در مورد اینکه دیاگرام از کد یا مدل از کد چجوریه، یعنی شما بتونین دیاگرامتون رو مثل یه دونه متن، همین DSL لنگویجی که دیدین بتونیم ازش بسازیم و خب اینو مثل بقیه سورس کدا بتونین داخل پوش ریپوتون بذارین و خب هر دفعه تغییر کرد بتونین دقیقاً تفاوتش رو ببینین چیا تغییر کرده و یه جا که تغییر بدین همه جا رندرش آپدیت بشه. خب توی کامنت ها برام بگین اگه دوست داشتین و موفق باشید.